دوستان گرامی همگی خوش اومدید. به 16 آذر داریم نزدیک میشیم. حقیقتا 2 روز مونده به 16 آذر. به همین مناسبت گفت و شنودی رو ترتیب دادیم با رهبری حزب حکمتیست، آذر مدرسی و رحمان حسین زاده. تیتر گفت و شنود ما 16 آذر، درس‌ها و دستاوردها چپ و راست کجا ایستادن. این بحث رو آذر مدرسی ارائه میده. حدوداً نیم ساعت بعد اون میریم سراغ پرسش و پاسخ و گفت و شنود با شما عزیزان. آذر جان بفرمایید. مرسی. منم به سهم خودم و رحمان اگه اجازه بده خوش آمد میگم به همتون. حتما الان صدا آروم آروم بلند میشه. سعی میکنم صدا رو بلندتر بکنم صحبت کنم. به هر حال مرسی از اینی که وقت گذاشتین، شنبهتون رو گذاشتین و اومدین توی این جلسه شرکت کردین. به 16 آذر نزدیک میشیم. 16 آذر سال 86 یا شاید درست‌تر بگیم 13 آذر سال 86 یکی از روزاییه که توی تاریخ جامعه ایران جز روزای مهم و بخشن تعیین کننده همیشه ازش اسم میبرن. روزیه که درست چند سال پیش اتفاق افتاده ولی هنوز بحث حول اون روز، اون اتفاق، تقابلی که بین جامعه، هرچند اتفاق در دانشگاه افتاده بود ولی تقابلی که بین جامعه با جمهوری اسلامی پیش اومده بود هنوز در موردش صحبت میشه و هنوز مورد بحث، مورد ارزیابیه و هر کسی از یه زاویه این روز رو و اون اتفاق رو مورد بحث و ارزیابی قرار میده و هنوز مهر خودش رو و هنوز به اصطلاح آثار خودش رو توی کماکان تقابل چپ و راست توی جامعه، چه تا اونجایی که به دانشگاه برمیگرده چه تا اونجایی که به احزاب سیاسی برمیگرده، هنوز میشه اثرش رو دید. قاعدتاً اگه این اتفاقی بود محدود به دانشگاه، اگه یه تحرکی بود صرفاً محدود به دانشگاه و خب دانشجویان چپی توی دانشگاه پیدا شدن که تونستن یه تحرک عظیمی رو انجام بدن، 1000 یا 1500 نفر رو جمع بکنن و بعد جمهوری اسلامی زد، یه عده‌شون رو گرفت، یه عده‌شون رو بازداشت کرد، یه عده‌شون رو مورد شکنجه قرار داد. اگه فقط یه اتفاقی بود محدود به دانشگاه، هیچ وقت ابعادش انقدر وسیع نمیشد و هیچ وقت تأثیراتش انقدر وسیع نمیشد و هیچ وقت اینطور نبود که با گذشت 2 سال هنوز احزاب سیاسی، هنوز فعالین خود اون عرصه و هنوز جمهوری اسلامی هم در موردش حرف بزنن و هم خودشون رو براش آماده بکنن. 13 آذر 86 تو دانشگاه اتفاق افتاد ولی به هیچ عنوان اتفاقی محدود به دانشگاه نبود. اون رو ما همون موقع هم گفتیم و خود دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب گفتن و خود جامعه این رو نشون داد. اتفاقی بود که توی دانشگاه افتاد و ظاهراً فقط توی دانشگاه دانشجویان چپی بلند شدن، پرچم دانشگاه پادگان نیست رو بلند کردن، پرچم آزادی برابری رو بلند کردن و اعلام کردن علیرغم اینی که مهمترین شخصیت‌های جنبش ما رو گرفتید، علیرغم اینی که مهمترین افراد تحرک ما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب رو گرفتید، ما تحرکمون رو انجام میدیم و در مقابل راستی که در دانشگاه اون دوران تلاش میکرد این روز رو به روز خودش تبدیل بکنه صفی بستن. این اتفاقی مربوط به دانشگاه نبود. اگه بخوایم ببینیم چرا مربوط به دانشگاه نبود، شاید باید یه مقدار برگردیم مروری بکنیم به اوضاع سیاسی اون دوران. سال 86 اگه کسی به یاد بیاره، دوره‌ای بود که راست توی جامعه ایران اپوزیسیون، بورژوازی راست و بورژوازی ناسیونالیسم پروغربش به طور واقعی با یک بنبست سیاسی ایدئولوژیک روبرو شده بود. تسلیم طلبی، نشستن و امید به اینی که در آینده خودش اتفاقی بیفته، پرچم ناسیونالیسم پروغرب توی ایران بود. اون سالها سالی بود که مسئله خطر حمله امریکا هنوز بود و در کنارش امریکا از نظر سیاسی و نظامی در عراق شکست خورده بود. مسئله شکست امریکا بود، مسئله دست بالا پیدا کردن جمهوری اسلامی بود، مسئله شکست سیاسی ایدئولوژیک ناسیونالیسم پروغرب بود و قبل از اونها مسئله شکست 2 خرداد و جنبش اصلاح طلبی از درون رژیم توی جامعه ایران وجود داشت و درست توی همون موقع حتی جریانات چپ، شاید بشه به جرئت گفت فقط حزب حکمتیست بود که این خصوصیت رو نداشت، به درجه زیادی سردرگم بودن و اون افق روشن رو در مقابل جامعه نمیذاشتن. توی اون دوره توی خود اون جامعه تقابل چپ و راستی موجود بود
راستی که به بنبست رسیده بود، راستی که امید خودش رو به دخالت امریکا داشت از دست میداد، راستی که پرچم سیاسی ایدئولوژیکش رو از دست داده بود و با بحران روبرو شده بود تا اونجا که به راست ناسیونالیسم غرب برمیگرده، و یه بخش دیگه از خود جناح جمهوری اسلامی که به اصطلاح اصلاح طلبان 2 خردادی بودن شکست خورده بودن و یه دوره‌ای رو پشت سر گذاشته بودن. نمایندگان این جریان چه توی جامعه و چه توی دانشگاه جریاناتی بی‌موضوع به جامعه و به دانشگاه، جریاناتی که راست جامعه و دانشگاه ایستاده بودن شده بودن. اگه فقط به دانشگاه نگاه بکنید، دفتر تحکیم وحدت به طور واقعی اون دوران دیگه خاصیت خودش رو از دست داده بود، به عنوان شاخه جنبش اصلاح طلبی تو دانشگاه از دست داده بود و از سالها قبلش، از سال 81 دیگه، از زمانی که دانشجویان چپ به اسم چپ رادیکال اون دوره شروع کرده بودن به اسم چپ، به اسم کمونیسم، به اسم آزادی خواهی، به اسم برابری طلبی ابراز وجود میکردن، یه تقابل جدی رو در رو بین دفتر تحکیم وحدت و این جریان چپ و دانشجویان چپ توی دانشگاه شکل گرفته بود. از سال 81 این اتفاق افتاده بود و دفتر تحکیم وحدت به همه چیز متوسل میشد، به همه چیز، از مبارزه به اصطلاح سیاسی، از افشای به اصطلاح افشای کمونیست ها، از نقد سیاسی جریانات چپ تا حتی لو دادن شخصیت‌های مهم دانشجویان چپ رادیکال، اون موقع هنوز به اسم چپ رادیکال شناخته می‌شدن، و انتقاد کردن از دستگاه دولتی در اینی که چرا این دانشجویان رو نمیگیرید و چرا محدودشون نمی‌کنید و چرا اجازه میدید که چپ در دانشگاه اینطوری قدرت نمایی بکنه. وجود این چپ تو دانشگاه، میگم محدود به دانشگاه نیست، توی خود جامعه چپ تو ایران همیشه نفوذ داشته. همیشه اگه کسی رفتن کل جمهوری اسلامی رو خواسته و اگه خودش رو با یه درجه زیادی از عدالت خواهی و برابری طلبی تلقی کرده، همیشه خودش رو با چپ و کمونیسم، مهم نیست اون چپ و کمونیست خودش چه تعریفی از خودش داشته و یا چه خصوصیتی داشته، ولی تو جامعه ایران همیشه تمایل به چپ و سمپاتی به چپ زیاد بوده و تو جامعه ایران تو دوره بنبست اصلاحات، تو دوره بنبست ناسیونالیست ها، این امید به چپ هنوز وجود داشت و تو دانشگاه این تقابل به یه شکل جدی بین دفتر تحکیم وحدت و دانشجویان چپ رادیکال در اون دوره به طور واقعی در جریان بود. جریانات دیگه تو دانشگاه بودن، در دانشجویان لیبرال بودن که هنوزم به اسم دانشجویان لیبرال کار میکنن. اینها هم به عنوان راست توی دانشگاه به طور واقعی غیر از سمپاشی علیه کمونیسم و غیر از سمپاشی علیه دانشجویان چپ رادیکال کار دیگه ای نمی‌کردن. میخوام بگم به طور واقعی تقابلی توی جامعه بین چپ، بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داشت و توی دانشگاه به دلیل فضای سیاسی که معمولاً تو دانشگاه هست، به دلیل فضای روشنفکری که معمولاً تو دانشگاه هست و به دلیل فضایی که همیشه دانشگاه‌ها توی جوامع تحت ستم و جوامع استبدادی، همیشه دانشگاه یه درجه زیادی میلیتانتیش از خود جامعه بیشتره. دانشجو بنا به خصوصیتی که داره، خصوصیت میلیتانسیش بیشتره و در نتیجه همیشه دانشگاه یه حالتی مثل آینه تمام نمای جامعه بود و این جدالی که توی جامعه به طور واقعی وجود داشت پنهان بود، هنوز خودش رو نشون نمیداد و هنوز امکان ابراز وجود قدرتمند خودش رو نداشت. توی دانشگاه این تقابل شروع شده بود، از سال 81 شروع شده بود، از قبلتر شروع شده بود و تو سال 81 به طور مشخص دیگه چپ رادیکال توی دانشگاه شکل گرفته بود، نشریات خودش رو داشت، مباحث خودش رو داشت، خیلی علنی، خیلی روشن از مارکسیسم، از کمونیسم، از ایده سوسیالیسم، از ایده آزادی، از ایده برابری دفاع میکرد و حرف میزدن. به هر حال میخوام بگم این تقابل وجود داشت و این تقابل اومده بود و به طور واقعی دانشگاه در مقابل یه دوراهی قرار گرفت، یک انتخاب قرار گرفته بود تو سال 86. یا باید دانشگاه و دانشجویان چپ رضایت میدادن به اینی که 16 آذر یک 16 آذری میشه با پرچم دفتر تحکیم وحدت، و یا اینی که چپی که تا اون لحظه به میدون اومده بود و تو سال 85 این دانشجویان اعلام موجودیت کرده بودن به عنوان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب و پلتفرم رادیکال خودشون رو داده بودن، پلتفرمی با 3-4 تا مطالبه: دانشگاه پادگان نیست، آزادی، برابری و تلاش برای پیوند، حمایت از جنبش کارگری، جنبش دفاع از حقوق زن و سایر جنبش‌های اجتماعی. این 3-4 پوینتی بود که دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب توی بیانیه خودشون تحت عنوان دانشگاه پادگان نیست تو سال 85 داده بودن و سال 86 دیگه این چپی که تا این درجه منسجم، تا این درجه میلیتانت، تا این درجه روشن از نظر سیاسی جلو اومده بود، یا باید 16 آذر خودش رو برگزار میکرد
و یا اینی که امکان میداد و قبول میکرد که علیرغم این پیشروی و علیرغم اینی که قدرت جدی و نفوذ وسیعی رو توی دانشگاه داشت، به اصطلاح اجازه میداد دفتر تحکیم وحدت 16 آذر رو برگزار بکنه. دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب اولی رو انتخاب کردن و تصمیم گرفتن که مستقل حرکت خودشون را انجام بدن و 13 آذر رو برگزار کردن که دیگه همتون از جزئیاتش خبر دارین. یه تحرک عظیمی بود، تعداد زیادی از دانشجویان توی این تحرک نقش ایفا کردن و قبل از اون جمهوری اسلامی شروع کرد به سرکوبشون و دقیقاً دلیل اینی که جمهوری اسلامی خیلی بی‌رحم و به نظر من خیلی آگاهانه و با درایت میدونست که این فقط یک تقابل با یک عده دانشجو در دانشگاه نیست. جمهوری اسلامی به اندازه خود دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و شاید بیشتر از اونها میدونست که خطر این تحرک کجاست. میدونست که این خطر این تحرک فقط این نیست که در دانشگاه اینها میتونن راست رو شکست بدن و در دانشگاه میتونن مثلا دفتر تحکیم وحدت رو منزوی بکنن و در دانشگاه مثلا فقط در سطح دانشگاه میتونن به یه درجه فضا رو رادیکال نگه دارن، میلیتانت نگه دارن و تو دانشگاه اینا فقط میتونن در محدوده دانشگاه موی دماغ جمهوری اسلامی بشن. جمهوری اسلامی به نظر من خیلی دقیق ابعاد نفوذ این چپ رو تو جامعه تشخیص میداد. میدونست که وقتی 8 مارس دانشگاه شلوغ میشه، مدافعین جنبش دفاع، فعالین جنبش دفاع از حقوق زن سر برمیگردونن و به این چپ نگاه میکنن و بهش سمپاتی پیدا میکنن و بهش امید میبندن. میدونست که وقتی دانشگاه میشه محلی که درش اول ماه مه جشن گرفته میشه و فعالین کارگری رو میارن اونجا و فعالین کارگری در دانشگاه تهران سخنرانی میکنن و در مورد وضعیت طبقه کارگر و در مورد چطوری رها شدن از این وضعیت حرف میزنن، میدونست که این مسئله باعث میشه فعالین جنبش کارگری، فعالین رادیکال و سوسیالیستش برگردن، نگاه بکنن به این جنبش، بهش سمپاتی نشون بدن و احساس بکنن هم سرنوشتن با این جنبش. خصوصیت این چپ که توی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب خودش رو نشون میداد، خصوصیت این چپ فرارفتنش از دانشگاه بود. صنفی نبود این چپ کل جامعه رو در بر میگرفت. آزادی و برابری که دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به اصطلاح به عنوان شعار خودشون و حتی به عنوان نام خودشون انتخابش کردن، اون آزادی خواهی و برابری طلبی عمیقاً کمونیستی بود. آزادی نه فقط به معنای آزادی نیمبندی که جریانات بورژوازی توی ایران ازش اسم میبرن، آزادی برای طرفداران خودم، آزادی برای جناح اصلاح طلب، آزادی برای فقط این بخش یا حتی فقط آزادی بیان و عقیده. آزادی که دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب ازش حرف میزدن و تلاشی که کردن برای اینی که حمایت بکنن از اعتراضات کارگری و نقشی که داشتن توی پیوند دادن تحرکات دانشجویی با تحرکات کارگری، عمق آزادی خواهی و عمق برابری طلبی کمونیستی این جریان رو نشون داد و این جنبش رو نشون داد و این اون نقطه‌ایه، دقیقاً اون نقطه‌ایه که 16 آذر و تحرک دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب رو از سطح دانشگاه به سطح جامعه برد و اون حمایت وسیع اجتماعی رو وقتی که گرفتنشون و سرکوبشون کردن رو با خودش به وجود آورد و این اون خطری بود که جمهوری اسلامی به درست تشخیصش داد و تلاش کرد تا اونجا که میتونه سرکوبش رو وحشیانه‌تر، بی‌رحمانه‌تر و سخت‌تر از هر جریان دیگه‌ای پیش ببره و دستگیری وسیع، بستن وثیقه‌های سنگین براشون. الان که دارن دیگه دوباره در آستانه 16 آذر، نمیدونم چقدر اخبار رو تعقیب کردید، دوباره دارن دانشجویانی رو که اون موقع با وثیقه آزاد کرده بودن دارن احکامشون رو سنگین بهشون ابلاغ میکنن. سعید حبیبی محکوم شده، مهدی گرایرو محکوم شده، همینطور دونه دونه دارن اسمشون رو میدن و میگن که اینا احکامشون الان اومده. درست در آستانه 16 آذر که ما هستیم، یک بار دیگه میخواد به این چپ نشون بده که حتی اگه یک ذره امید بستید و یا میخواید تحرکی نشون بدید، من هنوز آماده جنگم و هنوز میخوام جنگ آخرم رو با شما به عنوان چپ جامعه انجام بدم. به نظر من قدرتی که چپ توی 13 آذر 86 از خودش نشون داد، یک بار دیگه جامعه رو نسبت به چپ امیدوار کرد. چپ توی جامعه ایران تو سال 57 یک دوره خودش رو به عنوان خطر جدی در مقابل بورژوازی نشون داد و با اومدن جمهوری اسلامی سر کار و سرکوب این چپ، چه توی دانشگاه از طریق انقلاب فرهنگی و بعدش